اگر کارآفرین هستی این ویدیو برای شماست. نخست در شروع کارآفرینی شما باید همه کاره باشید، یعنی 0 تا 100 کارها را باید خودتان انجام بدهید، یاد بگیرید و بدون اینکه موقف و جایگاهتان به خطر بیفتد انجام بدید، حتی جارو کشی تفاوتی هم نمیکنه. چرا؟ چون در شروع برنامه پول کم است، وقت ما زیاد است. ما باید خودمون بیشترین کار را بکنیم تا بتوانیم هم کار را بلد شویم، هم سیستم را یاد بگیریم و هم جان سخت بار بیاریم. دوم، دوستی و اندوالی در این دوره در شروع کارآفرین خیلی زیاد است. اکثریت افراد با دوست و اندوال و شناختهای خود وارد کار می شود. یادتان باشد که ثبات بیزنس از این روابط بهتر است. شما مسئول ثبات بیزنس هستید. اگر احساس کردید کسی، کارمندی، همکاری، شریکی ثبات بیزنس را و پایه های بیزنستان را به خطر مواجه می سازد، اخراجشان کنید. دوستی، اندوالی، مصلحت باعث می شود بیزنستان از ثبات بیفتد. ثبات چیست؟ یعنی باید به اندازه درآمد داشته باشد، کم تشویق شما را به ادامه بکند، هم مصارف خود را بکشد، هم خانه را کفاف بکند. و سوم، روی مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های بازاریابی، مهارت‌های فروش، مهارت‌های کمپاین شما باید مطالعه بکنید، سیستم سازی بکنید و یاد بگیرید. این 3 نکته را اگر در نظر بگیرید بیزنست رشد می‌کند. یک، همه کاره باش در شروع برنامه. دوم، ثبات بیزنس مهمتر از روابط مصلحت‌ها. سوم، روی مهارت‌ها و روی مدیریت توجه و تمرکز کنید. ما در زمینه فن بیان، تولید محتوا و پولسازی فعالیت داریم. اگر شما به این مهارت‌ها ضرورت داشتید ما در خدمتتان هستیم. دوستدار شما، فرح.